روز 16 اپریل سال 2024 دادگاه نهایی مسکو شهر تویر روسیه با اتهام دست داشتن در حمله تروریستی در تالار کنسرت‌های کراکوس سیتی هال در شهر کراسنوگورسک در کنار مسکو اشورف نامزاده تاجیکستان را به حبس پیشکی گرفت. اشورف که خدمات مطبوعات دادگاه اسم اول او را نشر نکردند، اینک 16مین زاده تاجیکستان است که در چارچوب این پرونده پرسر و صدا به حبس گرفته شد. بنا به اطلاع تفتیشات، اشورف که شهروندی تاجیکستان و روسیه را دارد در منزلش برادران امینجان و دلاور اسماعیلوف را در خانه‌اش به طور قلبکی ثبت نام کرده است. اسلاموف برای همدستی به عاملان حمله کراکوس بر اساس ماده 205 کودکس جنایتی روسیه به حمله تروریستی ایبدار می شوند. به ضد خود اشورف با ماده سبکتر 322 قسم 2 کودکس جنایتی روسیه با اتهام ثبت نام قلبکی پرونده گشودند. خود اشورف یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی خدمات مطبوعات دادگاه نهایی مسکو گفت که او در جریان مرافعه گناه را به گردن گرفت و تصدیق کرد که در حقیقت در خانه‌اش اسلاموف را ثبت نام کرده بود. برادران اسلاموف در ولایت تویر تاکسی می‌راندند و تجارت ماشین نیز داشتند. تفتیشات میگوید حملگران روز 22 مارس با ماشین تمغه رنو که به نام دلاور اسماعیلوف بود به کراکوس آمده بعد انجام حمله با همین ماشین فرار کردند. اسماعیلوف که یکی از داماد فریدون شمس‌الدین رهبر احتمالی حملگران کراکوس بود، به این خویشاوند خود فروختن ماشین را رد نمی کنند، ولی میگویند درباره قصد حمله داشتن او خبر نداشتند. اما تفتیشات بر این است که فریدون شمس‌الدین یکی از برادران را هنوز ماه ینور و 2 میر روز 11 مارس یعنی همگی 11 روز قبل به صف گروه خود همراه کرده است و اسماعیلوف حملگران را نه فقط با ماشین بلکه با ثبت نام در خانه خود نیز تامین کرده برایشان پول هم کشاندند. یادآور می‌شویم 22 مارس سال 2024 4 نفر مسلح به تالار کنسرت‌های کراکوس سیتی هال در شهر کراسنوگورسک در کنار مسکو پایتخت روسیه حمله کرده مردم را تیرباران کردند. در نتیجه تیرباران و سوختار بعدی 145 کس کشته شد. با اتهام دست داشتن در این حمله تا امروز دست کم 18 نفر دستگیر شدند که 16 نفرش از جمله همه 4 متهم اساسی متاسفانه از تاجیکستانند.